دوستان عزیز سلام علیکم. امروز 23 فوریه سال 2026 قرار داریم در دهه چهارباغ ناحیه ورزوب و با فروش موندیم نهال توت‌های عادی که بالای این توت پیدا شدن ممکن در گردی باغتون میشنونید هزو میشود، برگ میشود، خوراک چروا میشود. توت در همین جا 2000 دانه توت داریم. فکر کردم که تاجیکستان توت میخرن میشنونن، افسوس توجه نمیکنن. 8 سومون توت مرحمت در روزی توت رو بینید 3 متر از پیشش. های اکن دیگر نمیبیاریم توت نمیفروشیم، لیکن دانسته مانید که در پامیر علاقه وقت میرید توت وقت پختنده یک دانه توت در زمین نمیافتد. تگش چودره کرده که هر یک توت رو جمع کرده خشک کرده ظرف های بهترین کرده در مغازه ها فروخته اینجوری به خارج روان کرده است. کدام این زمینش کم و بست، کم حاصل است زمین. توت برده شنونید از همین توت و بعد از 1 سال یا 2 سال پیوند کرد توت سفید خوش میشدگی رو نوعی خوب ولی اینکه بل جوان و منم طرف کلوب و طرف های کوهستان و حاضر توت خوش پول است. مرحمت مراجعت کنید. 8 سومانی 10 سومانی بود 8 سومانی کردیم. تلفن ما 988 30 59 99 900 00 44 89 دهه چهارباغ ناحیه ورزوب. مرحمت بیاد که اینش هم برده باغدا میشنونم. 2-3 روز پس باغ برده میشنونیم. این چونین با معلومات شما میرسونیم که ما در اینجا پیکنی به پیوند داریم. پیکنی به پیوند داریم از ایران آوردگی هستیم. این رو شنوندن پس اینقدر بریدن در کار تو از نو افزایش کند. پیکنی به پیوند نرخش 40 سومانی. اگر کسی با بسیار گیرد اگر با ارزان میکنیم. این در جای زک بسیار نرخ میشود. در جای زک زمین من یک لوح ما اینجا 1000 دانه داریم. مرحمت مراجعت کنید. پیکن توت با شما ما با ارزان کرده مصلحت کرده بدیم. 988 30 59 99 900 00 44 89 دهه چهارباغ ناحیه ورزوب.